بریم برای این سوال مدل سازی. پرونده مدل سازی بسته میشه با چند تا سوال. میگه چه تعداد از موارد زیر در مدل سازی یک پدیده فیزیکی صحیح است؟ در نظر گرفتن مقاومت هوا در سقوط یک قطره باران. قطره باران یک اصطلاحاً جسمی که وزن خیلی کمی داره. برای همین مقاومت هوا رو باید توش در نظر بگیریم. این صحیحه. در نظر گرفتن تغییرات نیروی گرانش زمین با تغییر ارتفاع برای یک توپ. نه، ارتفاع چون کمه تغییر گرانش رو میتونیم در نظر نگیریم. گفتیم تو ارتفاعهای کم صرف نظر میکنیم. در نظر گرفتن مقاومت هوا در جدا شدن یک برگ پهن برگ. بله، برگ هم پهنای زیادی داره هم سبکه، پس مقاومت هوا رو باید واسش در نظر بگیریم. صرف نظر کردن از نیروی ناشی از باد برای یک قایق بادبانی. نه، قایق بادبانی چون پهناش زیاده باد روش تاثیر داره پس نمیتونیم صرف نظر کنیم، پس اینم غلطه. چند تاش درست میشه؟ 2 مورد. به غیر از این من یه جدول آوردم کامل اینا رو توضیح دادم. قابل چشم پوشی یعنی اونایی که میتونیم حذف بکنیم. مقاومت هوا توی ورق مچاله شده، توی افتادن اجسامی که حالا وزن زیادی دارن یا سنگینن یا برگی که مچاله کردیم قابل چشم پوشیه. ابعاد جسم، حجم جسم قابل چشم پوشیه. چرخش جسم توی پرتاب‌ها قابل چشم پوشیه. تغییر شتاب گرانش تو ارتفاعای کم. ارتفاعای کم یعنی اندازه ساختمون، اندازه درخت، از یه طبقه دهم، 12م، 20م انداختن، افتادن، اینا همه قابل چشم پوشیه چون تغییر شتاب گرانش عدد زیادی نیست. از طرفی غیر قابل چشم پوشی یا نیروی وزن یا جرم اصلا نمیتونی حذفش کنی. مقاومت هوا تو افتادن برگ یا ورقه که وزن کم، جرم کم و پهنای زیادی دارن، چتر باز. تغییر شتاب گرانش در ارتفاعهای زیاد. وقتی ارتفاع زیاد میشه تغییر شتاب گرانش رو باید چیکار کنیم؟ لحاظ کنیم. 2 تا مثال دیگه هم اینجا حل کنیم. یه مثال کتاب درسیتونه. توپو پرتاب کرده، جهت حرکت، نیروی وزن، چرخش توپ، مقاومت هوا. توی مدل سازیش جرم یا نیروی وزن رو باید لحاظ کنیم و نمیتونیم حذف کنیم. چرخش توپ و ابعاد توپ رو حذف میکنیم. مقاومت هوا رو هم حذف میکنیم به خاطر اینکه اگر مقاومت هوا رو هم تو بخوای در نظر بگیری این توپه در نهایت یه ذره جلوتر میاد پایین، فقط فاصله کم و زیاد میشه. ولی جرم یا نیرو وزن نمیتونی حذف کنی. چرا؟ چون وقتی پرتاب میشه دیگه توپه میره و بر نمیگرده پایین. این از شکل کتاب درسی. ولی 3 تا مدل دیگه هم من آوردم. یکی هل دادن یه جسمی روی یه سطحی، یه ذره کیفیتش بده. اگه یه جسمی رو ما هل بدیم یا بکشیم حواست باشه نیروی دستمون F دست و مقاومت هوا غیر قابل چشم پوشی، یعنی باید لحاظشون کنیم و نگهشون داریم. این خیلی مهم. مقاومت سطح باید نگه داریم، نمیتونیم حذف کنیم. جرم و اینا که اینجا چون تو راسته حرکت نیست خب لحاظ نمیشه، ولی نقطه در نظر گرفتن ابعاد جسم قابل چشم پوشی هست. اینم یه مورد توی کتاب درسیتونه. چترپاس مال سال 12 حتما حواستون باشه نیروی وزن باید در نظر گرفته بشه، مقاومت هوا باید در نظر گرفته بشه، به خاطر اینکه چترباز چتر بزرگ یا پهنه بزرگی داره و مقاومت هوا روش تاثیرگذار هست. ابعادش رو میتونی حذف کنی و چرخش چترباز رو هم میتونی حذف کنی. مدل دیگه باریکه نور. ببین نور به صورت واگرا گسترده میشه و پخش میشه، ولی تو لیزر به خاطر اینکه این باریکه خیلی کوچیک داریم و اینو راحت تر بیان کنیم میتونیم پرتوها رو به جای اینکه واگرا باشه موازی در نظر بگیریم و اون رو به صورت موازی مدل سازی بکنیم. اینم یکی از مواردی که تو کتاب درسیتون هست و باید بلد بشید. یه دونه مثال خوبم حل بکنیم و پروندهش بسته بشه. در هر یک از موارد قابل چشم پوشی کردن یا نکردن رو مشخص کنید. اونایی که میشه چشم پوشی بکنیم رو علامت میزنم، اونایی که تیک میزنم، اونایی که نمیشه رو خط میزنم. توی برگی سقوط برگ درختان پهن برگ از شاخه درخت تا سطح زمین، یا به جای این سوال میتونه بگی آقا افتادن یک ورقه آلومینیومی روی سطح زمین، وزش باد و نیروی مقاومت هوا رو نمیتونی حذفش کنی، یعنی قابل چشم پوشی کردن نیست. این غیر قابل حذفه. این هم غیر حذف. وزن غیر حذفه. هیچ وقت وزن رو نمیتونی حذفش کنی، هیچ وقت، و همیشه باید نگه. جرم هم همینطور. پهن برگ بودن یعنی شکلش رو میتونی حذف کنی، یعنی نقطه در نظر گیرش بکنی، حذف در نظر بگیر. ما به خاطر اینکه پهن برگ بودن تاثیر مقاومت هوا رو داریم اینجا لحاظ میکنیم، نیاز نیستش که اینجا نگران باشی. تغییرات شتاب گرانش قابلیت حذف شدن داره، چون ارتفاع زیاد نیست. مدل سازی سقوط گوی آلومینیومی، یه جسم توپر، جرم گوی غیر قابل حذفه. گفتیم
جرم همیشه باید باشه. تغییرات نیرونش قابل حذفه چون ارتفاع زیاد نیست. وزش باد قابل حذفه چون یه جسمه. چرخش گوی قابل حذفه چون یه جسمه. جیمش جسمی از بالای سطح شیبدار به سمت پایین میآید. خیلی مهم. جرم غیر قابل حذف، باید نگهش داریم. تغییرات نیروی گرانش حذف، ارتفاع زیاد نیست. وزش باد حذف، جسم داره حرکت میکنه. زاویه سطح شیبدار غیر قابل حذف چون مهمه، هرچی زاویه بیشتر باشه تفاوت میکنه. سرعت اولیه مهمه، غیر قابل حذفه. این هم چند تا مثال درجهش که ممکنه تو امتحانتون بیاد و ازش بتونید استفاده کنید. و یه مثال آخر، درآونگ از حال سکون رها میشه و بعد از مدتی می ایستد. جرم نخ قابل حذفه. اندازه و شکل گلوله قابل حذفه. ولی مقاومت هوا غیر قابل حذفه. اینجا چرا مقاومت هوا رو برای این جسم یه گویی که وصله و داره نوسان میکنه لحاظ باید بکنیم؟ بخاطر این گفته اولش که ساکنه بعد از مدتی می ایستد. اگه مقاومت هوا نباشه تا ابد این نوسان میکنه و نمی ایستد. پس اینو نمیتونیم حذفش کنیم. یه چند تا مثال درجه که از مدل سازی.